بچه‌ها نگاه شما کاسه بسید. باید یکم صداتون موقعی که می‌خواید با مشتری حرف بزنید بیارید پایین‌تر، یکم ریلکس باشید. عمو مشتری اومده میگم برق نداریم، میگه گوشیتو واسه کو پرینتر داری، من پرینت دیگه. خب چه توقعی از من؟ بعد اومدن واقعا کار ما خیلی سخته. واقعا چون یه کلمه رو بهش بفهمی اصلا نگاه نداره طرف. آهنگای سنتی گوش بدید، آهنگای ملایم گوش بدید. مثلا شب محسن رستمی گوش نخوام نمیبر. خب دیگه اگه می‌خوای سرعت دعوامون رو بیشتر کنی محسن رستمی گوش بده. من دارم میگم سنتی، دارم میگم آرام بخش، اینا گوش بدید. فقط شجری. شجریان. اینم خوبه. من خودم بچه چهار شریف آبادم. عمو کلا 1000 تومان تخفیف خواست. اما 7 تومن بیشتر خرید نداشته. من رو گنج نشستم. فشارت نرفته، خیلی وقت رفته؟ اگه اینجا بود می‌دونستم باش چیکار بکنم. باید بریم. من چه جون خود یه جون درست چون کنم.